شاید تو منوی کافه ها کوک اسپرسو رو دیده باشید ولی فکر نکن چیز بدیه، همون کوکا با اسپرسو. حالا من یه رفیقی دارم زیرو رو با اسپرسو میخوره، میخوام تستش کنم. علاوه بر اون اسپرایت و فانتا رو میخوام با اسپرسو ترکیب کنم ببینم چی عذاب در میاد. خدا رو چه دیدی، شاید یه چیز جدید به منوی کافه ها اضافه کردیم. 3 تا لیوان میاریم، یخ میریزیم توشون، تو چیز نوشابه زیرو منظورم بود، اسپرایت و فانتا. رو چرا اینجوری گفتم؟ حالا دستگاه اسپرسو ساز رو میآوریم. چرا دارم خرابکاری میکنم امروز. ببینیم کوکا زیرو با اسپرسو چه طعمی میشه. چه فوم و کف جالبی روش تشکیل شد. بچه واقعا فوم باحالی روش تشکیل شد. یه همه ریزم میزنیم. نریزه دوباره. نه حاجی من اینو میریزم تو سطل آشغال، خیلی بد شد. این حذف میشه کلا، کنسل. بعدی اسپرایت. دوستان سرنگ شد اسپرایت، قهوه و کف روش هم میزنیم. ای وای نه بابا من بلد نیستم با این کار کنم. این باحال شد، این خوشمزه بود. اسپرایت نمره قبولی رو دریافت میکنه. خدایی اونایی که نوشابه فانتا رو دوست دارن باید لایک کنن. الان چقدر رنگش عجیب غریب شد. به خدا این سری دیگه نمیریزم. نگاه، یه دونه میزنم، یه دونه میزنم، خاموش میشه. یاد گرفتم. 50-50، نه زیاد خوشمزه است نه زیاد بدمزه است. فانتا رو میتونید امتحان نکنید، اگرم حال کردید امتحان کنید.